رفاقت. درست. چقدر داری؟ انقدر. اینجا ثابت باید بکنی که اینجا تو باید ثابت بکنی که تو باید ثابت بکنی که تو باید ثابت کنی که تو باید ثابت. امروز اومدیم بفهمیم کی کیو بیشتر از همه میشناسه. به نظر خودت من تو رو بیشتر از همه میشناسم یا من تو رو بیشتر از همه میشناسم؟ واقعا گزینه‌های جالبی دادی. قطعا من تو رو بیشتر از همه میشناسم چون تو ماهی. من یزید حافظه من الان زیر سوال بردی. حافظه من تو زیر سوال بردی. مطمئنی؟ همه میدونن آریا حافظش. همه میدونن حافظه من ببین خداست. یه دیتیلایی یادمه، یه چیزایی یادمه که ندیده بودی من اونا رو دیده بودم. ببین وقتی تو به شناسنامه میگفتی شنوماسه، وقتی تو به اقیانوس میگفتی آقا یونس، من اینجا داشتم به سوالات تو جواب میدم. قرمزه؟ آره مگه سبحان الله قرمز دیگه. این آبیه. الان مشکیشو تست کردیم. مشکی نداشت. ببین در این حد ماهی اصلا نه یه دقیقه بیا. قرمز ایراد نداره. امروز قراره که سوال بپرسیم از هم ببینیم که کی اون یکی بیشتر از همه میشناسه. حالا سیستم چجوری؟ اینجوریه که من یه سوال میگم، جوابشو که خودم میدونم اینجا جوابشو مینویسم، تو هم جوابشو مینویسی، بعد به دوربین نشون میدیم. اگر جواب یکی بود که اوکی، اگر نبود یک دیسلایک و یک غلط، اگر بود یک لایک. خب ولی اینجا ما مجازات نداریم دیگه. گفتم همیشه تو رو دارم مجازات میکنم تو ویدیوها. تو ویدیوهای قبلی که تو باختی. بله مجازات نشدم. مجازات نشد. همش توی سر ویدیوی سوشی تو مجازات شدی. مجازات که تو خوردی یعنی ماهیه رو من نخوردم. مجازات نبود. دیدم همیشه دارم اذیت میکنم. گفتم بذار مجازات نبود. تازه اگر ببری این دفعه جایزه داریم. جایزه این سری الان نمیگم. یک چیزیه که خب من بدونم چه ارزش داشته باشه. ارزش داره. چیزی که تازه اومده اصلا نمیتونی پیدا کنی. بدبخت. تو میدونی بدبخت تو میدونی جایزه چیه؟ تو منو به چی فروختی؟ بدبخت تو منو به چی فروختی؟ خب بریم شروع کنیم. آقا شروع کنیم. اول تو میپرسی. اول شما میپرسی. اول شما بپرس به رسم مهمانداری. خیلی ممنونم. قربونت برم. دلیل اینکه من یه لباس زیاد میپوشم چیه؟ بدبخت. یعنی چی دلیل اینکه چه سوال مسخره‌ایه دیگه حالا. آقا من همچین سوالی قطعاً گفتم. ببین خیلی جلوت گفتم. 3-4 بار بیشتر گفتم. نگفتی. چرا گفتم؟ بذار ببینم. جمله است. جمله است. من یه کلمه نوشتم. احتمالاً اونم قبول شه. بریم 3 باش 2 1. چی نوشتی؟ تنبل. من نوشتم تنبلی. نه چون با یه لباس یه دفعه خیلی حال میکنم. الان همین لباسی که تنمه منم همین جوریم ولی من فکر می‌کنم چون تنبلی من واقعا با یه لباس حال کنم خیلی میپوشم. من تنبلم ولی خب دلیلش نه خدای من سوالام آسان‌تره. چه سوالی بود؟ سوال بود. الان یک امتیاز یه دقیقه وایسا یه دقیقه بذار. دیسلایک. این یعنی نیستش تنبل تنبلی. واقعا من تنبلی نیست اصلا. چون که تو نمیشوری ماشین لباسشویی میشوره. خب مشخصه. اصلا کاری نداره که میندازم تو رخچه. حالا که اینجوری شد من یه سوال خواستم خوشی الان دند سرویس کنم. خواننده مورد علاقه خارجی. وای انقدر گفتم بهت. یادم رفته. انقدر گفتم. نوشی؟ 1 2 3. چی نوشی؟ لوئیس نمیدونم چی؟ نه الویس پریسلی. وای به خود الویس پریسلی یادم بود. اصلا ویدیو ساختم. زبونم بود. آره ویدیو شورت ساختم. الان من دیسلایک گرفتم. بله پس چی خیلی میره رو مخم؟ بابا این چه سوالیه؟ چی خیلی میره رو مخت؟ نه یه جمله است بس. یه جمله است. من کلمه نوشتم. من جمله می نویسم. خب شاید تو اون کلمه ها باشه. خب باشه. کلمه کلیدی 1 2 3. چی نوشتی؟ صحبت کردن در مورد چرت و پرتایی که حالا خودت میدونی. مثلا نشستیم یه جا. آره. خب پیچوندن دروغ گندگویی. درسته؟ کدومش هست؟ اولش که واقعا دروغ هست. خیلی می رو مخم. خب اولش دروغه بعد پس من یه ستاره میکشم این بالا. ادیتور یه ستاره برای من بذار اینجا. من یه ستاره 5 ستاره گرفتم. مبارک خیلی. قربان. سبک مورد علاقه موسیقی. نه بنویس. بچه حالا برای اونایی که نمیدونن من رشته اصلی موسیقیه. سر همین به بیشتر چیزا رابط موسیقی داره. دیدی؟ نه به خدا خفه شو. جاز. آره
آخه خیلی بهم گفتی، یعنی ما هر سری داریم صحبت می‌کنیم در موسیقی، مثلا میگه آره مثلا این موسیقی اجازه رو بذارم صفحه کنیم. همیشه همین بودی، یعنی اگر دقت کرده باشیم ما همیشه جاز گوش میدیم با هم. فکر نمی‌کنم اینو بگه. یک امتیاز مثبت برای آریا. بذار. غذایی که بچگی عاشقش بودم. نمیدونم. خیلی گفتم. نگفتی. 1000 بار گفتم. بابا نگفتی. به خدا گفتم. نمیدونم. مثلا محرم معروفایی که داشتیم. آخه دو سه تا میتونم بنویسم. هر چی غذا تو محرم خوردیم می‌نویسم. 2 تا میتونی بنویسی. باش. چون تو محرم ما اصلا نزدیک خوردیم. بدم. بریم 3 2 1. دیدی؟ ندیدم. به خدا دیدی؟ ندیدم. به قرآن دیدی؟ ندیدم. میتونم که اینا رو پاک کنم این سه تا رو؟ نه. بلند شو تاف مسای. با یکیش پاک کنم دیگه. نه. 3 تاست. 3 تا اوکیه؟ نه. چرا نه؟ اون 2 تا اصلی که نوشته بودیه. دیدی به خود؟ نه، من خیلی بزرگ نوشته من ندیدی یعنی تو؟ ندیدم. من این عینشو دیدم. خب دیگه چه غذایی با عین دیگه داریم؟ خیلی زیاده. بگو یکیشو. آش. آها با آش میخونی شما؟ ایمه، قرمه سبزی، قرمه سبزی، ایپسا. آره ایپسا رو من خیلی دوست دارم. نه آقا حساب. آقا هست. عدس پلو رو نوشتم. آقا دیدی یا ندیدی؟ ما اینجا عدالت رو رعایت میکنیم. گیم مورد علاقم. خب راحت. میشم 2 تا بنویسم؟ نه. چون خیلی میدونی. یزید. نه بابا اول چیزی که نوشته قبول میکنم. 3 2 1. چی نوشتی؟ دلست خواست. ردت بود. ببین به خاطر همین مثل 2 تا بنویسم. ردت و یه چی بگم بهت. میخواستم من چون فهم کنم ردت رو مینویسی. لست آفاز رو نوشتم. ولی جدی ردته. ببین پسر شد 2 تا ستاره. اصلا باورم نمیشه. جدی من بازی مورد علاقم اوکیه چون من تقلب کردم. ردته ولی میدونی چرا؟ به خاطر اینکه سیستم رنگیش قشنگ‌تره. مثلا سبز و ردت قرمز تو چشه. خیلی تو چشه. قبول دارم. قرمز و نارنجی زرد بیشتر. آره. باش ببین. سگ 2 تا ستاره. آخه چی شد پس؟ چی شد پس؟ اگه از کسی ناراحت بشم ببخشید این چه سوالاییه بابا؟ این چه اگر ناراحت بشم از کسی چیکار میکنم؟ خیلی بهت گفتم. یعنی میدونم چیکار میکنم. خب بنویس دیگه. الان بگم؟ نه بنویس. ایگنورش میکنم. آفرین. 2 تا ستاره. 2 2. آره من ستاره‌مو بذار بنویسم. من خدایی سوالایی که نوشتم آسونه. منم سوالام آسونه بابا. کاراکتر مورد مورد علاقه گفتم. تو چی؟ کاراکتر مورد علاقه. آقا الان کاراکتر مورد علاقه من تو مثلا تو زندگی راین گاسلینگ مثلا. چی هست؟ بازیگره. کاراکتر مورد علاقه‌ام توی دنیای گیم. مشخصه. توف تورت. اصلا این سوال نمیخوام. یکی دیگه. خب یه چیز دیگه بپرس. چی می‌خواستی بنویسی؟ آرتور موردان. باختی جول بود. نه نوشتی. جدی می‌خواستم جول بنویسم. ننوشتی. ای بابا توف تورت. همین کاراکتر مورد علاقه. نه. کاراکتر مورد علاقه‌ام توی دارم میمیلم. میمیلی. کاراکتر مورد علاقه‌ام توی دنیای سینما. بابا خیلی یزیدی. اینو هیچ وقت نگفتی. خیلی گفتم بهت. اصلا نگفتی. خیلی گفتم بهت. الان ببینیم متوجه میشی. به خدا نگفت. چرا؟ یه هینت بهم میدی ایرانی یا خارجیه؟ نه ایرانی نیست. ایرانی نیست. خیلی عجیب تر شد. واسه ایرانی چی مثلا حبیب تو لیسانسا. فکر کنم درسته. آیرون من. کاپیتان آمریکا. آیرون من تو دوست داشتی. من کاپیتان آمریکا دوست داشتم. آخ راستی مثلا حالا یادته من. از چه چیزی تو زندگیم خیلی میترسم؟ خیلی بهت گفتم. عجیب غریب زیاد بهت گفتم. میدونم. 3 2 1 برای من 6 هست. چی؟ 6 بگم میگه شیشه میترسم. چرت و پرتی که میگی 2 تاش مزخرف. خب مرگ خانواده، دوری از خانواده، ترس از دست دادن خانواده. درسته دیگه. آره دیگه. 3 تا ستاره. خانواده میدونی چیزم توش حساب میشه. مثلا تو هم توش حساب میشی. عشق من تاش تو. چون
7 سال رفاقت داداشمه دیگه. بله. اینجا میخواستم بیادبی کنم بدش کن. سوال آخره. جمع آخر نباشه. رنگ مورد علاقه. سنگ خورد. راحت. این نگی با پشت دست میزنم تو دهنت. نه این نباشه خدا وکیلی ناراحت میشم. میزنم تا 3 2 1 اتاق منو ببین. نارنجی. بابا نارنجی بابا بود. اتاق من با نارنجی بود 50 سال پیش بود. اتاقم کلش بنفشه یزید. نارنجی قبلا بود. آره آقا خب دیگه اصلا در مورد جدیدن در مورد رنگ مورد علاقه صحبت نکردم. عزیزم اتاقم ببین همه چیش بنفشه. عزیزم منم گوشی رو نگاه کن مشکیه ولی چه ربطی رنگ داره؟ مورد علاقه مشکیه. نه آبیه. خاک تو سرت. مشکی و آبیه. آقا یک لحظه این حساب نیست. باش حساب میکنم ستاره بده. چون نارنجی بود. آره دیگه. نارنجی بود ولی چینج کردم روی بنفش. او مای گاد. چه بنفش بازم؟ بنفش بازم. میخوام سوال مفهومی باشه. بابا ولم کن سوالات خیلی ادیتور اینا رو نذاری. همه رو سانسور کن. صدای دلفین بذار. آهنگ مورد علاقه ایرانی. بهت گفتم. شک ندارم بهت گفتم. میدونم. میتونم دوتا بنویسم؟ نه. آخه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو مثلا طی چند سالی فریک زده بود روی موزیک، بعدش فریک زده روی موزیک دیگه. میدونی من بین اون دوتا موندم. خب بنویس جفتشو. ببین چقدر من آدم مهربونیم دوستان. نوشتی الان؟ آره. خارجیشو می‌خواستم بگم واقعا نمی‌تونی بگی. یاد نمیاد. اسمشو میگم یادم نمیاد. ولی پلی کنم یاد میاد اصلا میدونم چیه. آره. اون که هم بنویسی خب. دارم فکر می‌کنم که چی بود اسمش. مال چیز بود دیگه فریدون فرود. یکیش وای چی بود اسمش؟ 3 2 1 برنامه آبی است. چی نوشتی؟ مرد تنها بای فرهاد. همین مرد تنها فرهاد. آره. درست. یه غریبه آهنگ یه غریبه خدا وکیلی یه مدت فریک زده بودی روی یه غریبه. آره قبول دارم. خب ولی آخه مرد تنها خیلی نمیشه مرد همون مرد تنها منظورم بود. مرد تنها خیلی مثلا برای شاید بچگی شاید بگم بچگی تا الان مثلا. پس من دوباره ستاره گرفتم. یعنی اگر اینو نگی من تو باختی. تیم مورد علاقم بعد از رئال مادرید تو اروپا. خیلی زیاد بهت گفتم. امیدوارم چنج ماجیک 3 2 1 باخت. منچستر یونایتد. نه اینتر میلان بود. دهن تو ببند. خیلی من اینتر رو دوست دارم. بک‌گراند گوشی مدت اینتر بود. بابا تو منچستر یونایتد دوست داشتی که چیز کردم من گفتم آره بعد از رئال مادرید من منچستر یونایتد خیلی دوست دارم. تو گفتی آره من منچستر رو دوست دارم ولی بعد از رئال مادرید نه. من بعد از رئال مادرید میلان رو خیلی دوست دارم. آبیه. من بخشی قرمزه. نه بابا اینتر چیز دی آبی بود. دی آبی میشه این نمیشه اینتر میلان ببخش. آس میلان منظورم. چه غلطه. آس میلان مالدینی. بابا مالدینی گاتوزو اون موقعی که رونالدینی و میلان بود اون واقعا گلدن تایم اینتر چیز میشه. کی اومد؟ راش نمیدی. عرضم به خدمت شما که شما این رفاقت رو باختی از. نه واقعا خب سال آخر چرت بود. میخوای یه سوال دیگه بپرسم؟ یه ندی سوال بپرس. دیگه واقعا دارم رفاقت رو تموم میکنم در حق بازیکن مورد علاقه حال حاضرم. اون که فکر کنی سوال بریم 3 2 1 کی؟ بیلینگام. آفرین بیلینگام. بنازم. آی سوال من از چند سال فوتبال حرفه‌ای بازی کردم؟ چند سال؟ بابا من نمیدونم. استارتشو بگو و پایانشو. ببین تا 9 بازی کردی؟ گفته بودم بهت. یه عدد میگفتم. فشار میخوردم یه عدد میگفتم. 8 سال. یه سال پایین بالا بود دیگه یزید. بالاخره من از 7 سالگی شروع کردم دیگه تو 16 اینا در من میشه 9 سال 8 سال خورده ای میشه. این 7 همیشه دادم احساس میگم 7 سال بازی کردی. آره از کلاس شما 7 میام از کلاس 7 چون 7 سالگی شروع کردم. برند تیشرت مورد علاقه خیلی گفتم بهت.
بعد اصلا یه جا رفتیم بهت نشون دادم گفتی نه حاجی اینجوری باشه خوشم نمیاد. من از اونجا خیلی خوشم میاد. نگفتی چرا؟ تیشرت مورد برند تیشرت. یعنی ورزشیه. کفشم داره، شلوارم داره، کلاه هم داره. آها فکر کنم نه نیوالنس نه پولو چیزه هستش گلفه آها رو اسب نشسته پولو اسمش دیگه. برندشو بیا روی تصویر دیدو پولو. با زور سوال بعدی کشیده شد. من میگم جفتمون برنده ای. ما میگم جفتمون برنده ایم. ما میگم بابا رفاقت 7 ساعت رفاقت. خدا وکیلی همینجا ویدیو رو تمام میکنیم. آفرین. پس الان ما جفتمون باید جایزه رو برام بیارم برای یعنی جفتمون. جایزه 2 تا جایزه گرفتی؟ 2 تا جایزه گرفتم. میدونی میخواستم چیکار کنم؟ اگر من ببرم رفاقت رو تموم کنم در حقیقت به تو هم جایزه بدم. خب من الان جایزه پشتم. تو حالا تایتلش رو تامنیلش رو تصویر بیارید. اون ویدیویی که کوروش داره یه بستنی امتحان میکنه، بستنی انبه‌ای بهش ندادن ایمانو میا ندادن بخوره اون بستنی رو. اون بستنی خیلی ترند شده و من اونو به زور سفارش دادم. او مای گاد. بستنی تیریدی انبه. تیریدی دم. فقط چون اینو من خیلی وقت سفارش دادم که بیاد، یکم زیاد یخ زده توی فریزر، ولی الان بازش کنیم شما متوجه میشی. بستنی سه‌بعدی انبه. این از بذار دوربین نشون بدم. بریم بالا. من نمیدونم. خوشمزه است. مزه انبه میده. حس باحالی داره. حس باحالی داره. نه خوبه نه بده، میدونی؟ خیلی سوسوه. بدک نیستش، خوبه. بدک نیست. نه حالا کوف نکن 2 دقیقه. 2 دقیقه کوف نکن مثلا اوترو رو بگیریم. ما امروز یاد گرفتیم که رفاقت ها رو همیشه باید چفت بکنیم و همدیگر رو زیاد بشناسید. رفقا میتونید تو خونه این بازی رو با رفیقتون انجام بدید و بر ما بفرستید که چی شد کی برد. توی اینستاگرام و تلگرام بد نیست، میدونی؟ اینستاگرام و تلگرام روی صفحه میاد. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگر تا اینجا دیدید توی کامنت ها بنویسید رفاقت. اگر تا اینجا دیدید بنویسید بد نیست. منم کامنتتون رو لایک میکنم واقعا چون بد نیست. و اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، از این ویدیو هم خوشتون میاد، دمتون گرم. بد نیست. خداحافظ. خداحافظ. بد نیست.